سلام به عشقای خودم، خفنا، گنگا، فوتبالیا، استقلالیا، پرسپولیسیا، همه خفنا. خیلی خوش اومدید به کانال خودتون، یعنی PSS. موضوع این ویدیو چیه بچه‌ها؟ ما توی این ویدیو قراره بیایم اسکوات استقلال و پرسپولیس رو با هم دیگه مقایسه کنیم، ببینیم آقا اسکوات استقلال خودمون قوی تره، محکم تره، یا برای پرسپولیس قوی تره و محکم تره. پس بزن بریم. خب ما از گلر شروع میکنیم میریم بالا دیگه. برای استقلال گلرهای ما یه دونه آدان رو داریم و فرعباسی، دوتا گلرهای ما. حالا بچه ها یه سری شایعات هم هستش که ممکنه فرعباسی بره نره. الان فعلا که دارم این ویدیو براتون میگیرم فرعباسی فعلا هستش، اما خب فیکسمون آدانه دیگه. برای پرسپولیس رفیعی و گندوز و نیازمند، یعنی اونا گندوزی که پارسال فیکسشون بود الان شده گلر دوشون، رفیعی که پیار سال گلر دوشون بود شده گلر سه شون، پیام هم که تازه خریدن شده گلر یکیشون، یا مثلا جایگزین علی بیرانوند مثلا شده واسش. خب ما میخوایم گلرهای دوتا تیمو با هم دیگه مقایسه بکنیم. قرارت ما کلا توی این چنل ما تعصبی، من زیاد نمیخوام صحبت بکنم، اهل کوری و این داستانا خیلی نیستم، خب اما میخوایم فنی صحبت بکنیم. ما کلا تعصبی نمیخوام همه رو بگم استقلال. این چی میگم؟ تو گلرها خب ببینید پیام نیازمند الان نزدیکترین کس به جام جهانی دیگه تو گل وایسته، چون علی بیرانوند که 4 ماه محرومه. حسینی هم عملکردش خدایی اصلا خوب نبود تو سپاهان. اگه تو استقلال میموند حسینی 100% گل یک تیم ملی میموند. حالا دلایلی که خودش داره رفته، امیدواریم هر جا باشه موفق باشه. اما پیام نیازمند به نظر من نزدیکترین کس به شماره یک تیم ملیه. ممکنه هم از علی بیرانوند مثلا محکم‌تر برگرده و اصلا دوباره شماره یک تیم ملی بشه. ممکنه هم حسینی توی سپاهان عملکرد خوبی داشته باشه. اما الان بخوایم صحبت کنیم، خب پیام بچه‌ها از آدان ما بهتره، اما گندوز بهتر نیست. تو سن و سال آدان هم بالاه، رزومه آدان خیلی خوبه، ولی پیام بهتره به نظر من. و اسکوات پرسپولیس تو گل به نظر من بهتر از استقلاله و یه ذره هم نابسامانی ایجاد میشه برای پرسپولیس. میدونید چرا؟ چون گندوز رو دارن، پیام هم دارن. خب این ممکنه مثلا یه بازی پیام بد بازی کنه، بعد گندوز بره تو گل وایسه، بعد اونم بد بازی کنه، برای همین هی دچار تغییر بشن. ولی ما دیگه تکلیف مشخص، آدان گلر یکمونه دیگه، اصلا هستش دیگه. از این لحاظ ما بهتریم، ولی خب گلر بهتر، پیام به نظرم از آدان بهتره. ممکنه هم هستش بچه‌ها پیام بد بازی کنه این فصل، آدان بهتره کنه، این همه احتمالات هستش. تو خط دفاع برای استقلال مثلا دفاع چپمون جلالی، بکاپش گودرزیه، دفاع راستمون مثلا هردانیه. حالا رامین و من جزو عناصر هجومی حساب کردم. هردانی و راست داریم ما، وسطا سامان فلا داریم، رستم رو داریم، عارف آقاسی رو داریم، آرمی سهرابیان رو داریم، سامان فلا هم داریم. سامان فلا بکنم گفتم. برای پرسپولیس توی دفاع پورعلی گنجی و کنانی وسطاشونن، میلاد محمدی چپشونه، سرجوریه راستشونه، بکاپش هم براجه است. خب بچه خدایی، یعنی خدا وکیلی استقلال توی دفاع به نظرم محکم‌تر از پرسپولیسه، در صورتی که ما چشمی و اندونگو بکن، چشمی ما هم میتونه وسط بازی کنه، رامینمون هم حتی میتونه راست بازی کنه. اما ما بخوایم 4-3-3 مثلا بچینیم، رامین رو میذاریم وینگر دیگه، یا 4-4-2 بچینیم، یا رامین میاد بالاتر هافبک بازی میکنه. خب ما به وسطا مثلا آرمی سهرابیان هستش، سامان فلا هستش، رستم هستش، عارف هست، 4 تا وسط داریم. چپ و راست هردانی و جلالی رو داریم، یه بکاپ داریم گودرزی، خود رامین هم هست محکم. ولی پرسپولیس من خوباشون رو دیگه آوردم دیگه، پورعلی گنجی و کنانی هن دیگه، میلاد محمد، سرجوری هم خیلی خوبه، ولی هنوز معلوم نیست بچه‌ها
کم بازیکن حرفه‌ای خارجی نبودن که اومدن تو لیگ ایران و بعد بازی کردن. سرجونی حالا البته با اون رزومه‌ای که داره حتما دفاع راست خوبیه، ولی به هر حال ممکنه که بد بازی کنه. و علاوه دفاعی بچه‌ها به نظر من استقلال دست بالاتر رو داره نسبت به پرسپولیس. پس گلر شد پرسپولیس، دفاع استقلال. مهمترین چیز تو فوتبال بچه‌ها هافبک. من خودم پستم تو فوتبال که بازی می‌کنیم با بچه‌ها گلرم. خب شاید بگید مثلا هستش آمار هستش که میگن آقا سخت ترین پست فلان مثلا گلره. خب اصلا تاثیرگذارترین هم مهاجم، ولی بچه‌ها تو فوتبال تو شرایط بازی تیمی که وسط زمین رو داشته باشه برنده است. خب هافبک‌های پرسپولیس رو ببینید، سلک دارن، عمری دارن، امیری رو دارن، سروش رفیعی دارن، یاسین سلمانی رو دارن، خداوندلو دارن، مهری ما هم دارن. چند تا شد؟ 3 تا 6 7 تا هافبک دارن. در صورتی که اگه 4-4-2 بازی میکنه پرسپولیس بیشتر دیگه، اورونوفو میتونن بذارن هافبک، بیفوما رو میتونن بذارن هافبک. اینا رو من جزو عناصر هجومیشون حساب کردم. آلیشا رو میتونن بذارن هافبک. ما اندونگو داریم، چشمی رو داریم، رزاقی نیا رو داریم و مهران احمدی. ما چند تا داریم؟ ما کلا 4 تا هافبک داریم بچه‌ها. 4 تا کلا هافبک داریم. پرسپولیس چند تا داره؟ پرسپولیس 7 تا هافبک داره. حالا من اورونوف و بیفوما و آلیشا رو نگفتم، جزو عناصر هجومی حساب کردم واسهشون. 7 تا هافبک داره پرسپولیس. دمش گرم. دم پرسپولیس گرم که حواسش به هافبکاش هست. میگه آقا باشه من مهاجمام خوب نی، دفاعم خوب نی، وسط زمین رو به کسی نمیدم. ما بچه‌ها با چشمی و اندون که دبل پیگوت میذاریم نمیتونیم نتیجه بگیریم. میدونی چرا؟ چون اون دوتا فقط تو کار دفاعی خوبن. پروفایل هافبک چیه؟ آقا تو توپو بگیری از حریف، توپگیری خوبی داشته باشی که دارن و بتونی بازی سازی بکنی و خلق موقعیت ایجاد بکنی، توپ پخش کنی. الان چشمی میتونه توپ پخش کنه مثل سروش رفیعی؟ اندونگ میتونه مثل سروش رفیعی پخش کنه یا مثل یاسین سلمانی؟ نه. هافبک‌های خلاق‌تری داره پرسپولیس و به نظر من هافبک‌های پرسپولیس از استقلال بهترم. من چقدر دارم میگم استقلال نیاز به هافبک داره. آقا مهاجمامون بسته داریم، دفاع داریم، آقا گلرمون هم خوبه، هافبک بیارید ما وسط رو بگیریم از همه تیم‌ها، مثلا مشکل نداریم ما. آقای ساپینتو هافبک. بحث مهاجم، خب استقلال رامین رضاییان رو ما داریم اونجا، سرخیزان رو داریم، ماشاریپوف رو داریم، کوشکی داریم، آزادی داریم، آسانی رو داریم، نازان رو داریم، جمپو هم میگن داره میاد دیگه، 90% احتمال داره بیاد جمپو. پرسپولیس سردار دورسون داره، علیپور داره، آلیشا داره، اورونوف داره، بیفوما داره و فرشاد احمدزاده. خب یعنی اینا 6 تا عناصر هجومی داره پرسپولیس. استقلالم 8 تا عناصر هجومی داره استقلال. یعنی دست ساپینتو برای فوروارد بازتره و به نظر من ما مهاجمای عناصر هجومی بهتری داریم نسبت به پرسپولیس. خب اورونوف خیلی خوبه ولی مصدومه. شما میدونید دیگه بازیکن که از مصدومیت در میاد و وارد مثلا دوباره شرط بازی میشه خیلی طول میکشه تا برگرده به اون پرایم خودش، یا ممکنه مثلا بازیش خراب بشه. حالا ما آرزو نمی‌کنیم اورونوف بازیش خراب بشه، ان شاءالله با قدرت برگرده، ولی با وجود اورونوف بیفوماشون خوبه، علیپورشون خوبه، آلیشاشون هم خوبه. یعنی از خود پرسپولیس بپرسید احمدزاده رو شاید دوست نداشته باشن. نمیگم دوست نداشته باشن، لحاظ فنی خب فرشاد احمدزاده چی اضافه کرد به پرسپولیس؟ سردار دورسون هم میگن یا میخواد بره یا هاشمیان خیلی باش حال نمیکنه، نمیدونم. ولی دیگه حرفه‌ایاشون بیفوما و علیپور و آلیشان، حالا اورونوف هم هست دیگه. ولی ما بچا خیلی خوبیم تو مهاجم. ما تعریف هم میکنیم اینجا از استقلال، ولی هافبک میگم نداره، مهاجمامون خدایی خیلی خوبن. رامین رضاییان، سعید سرخیزان، ماشاریپوف، کوشکی، آزادی، یاسر الآسانی. چقدر من تعریف کردم از این آسانی، فوق العاده است. نازان، جمپو هم که بیاد دیگه اصلا یا علی. آقا ما برای 3 فصل مهاجم داریم.
آقا هافبک بیارید برای تیم. پس مهاجما هم شد برای استقلال. در مجموع بخوام صحبت بکنم، خب ببین تو گل تقریبا مساویان، ولی خب چرخ سنگین وزن به سمت پرسپولیسه و تو دفاع به نظر من استقلال خیلی محکمه. تو دفاع اون ضعفی که جلو تراکتور دیدیم بچه ها، اون ربطی به بازیکن‌ها نداره، اشتباهات فردی سامان فلاح و آرمین سهرابیان بود. خب کار نداریم ما این. اما آقای ساپینتو باید حواسش به این موضوع باشه که آقا ما 3 دفاع میچینیم، عمقمون بازه. چقدر فرار کردن از عمقمون. به عقیده من اصلا مشکل نداره، ما باید فوتبال تو اون وسط میگرفتیم از تراکتور، یعنی چشمی، اندونگ و اون مهران احمدی. 3 تا هافبک داشتیم دیگه، این 3 تا باید وسط رو میگرفتن آقا. در صورتی که نه، وسط رو تقدیم کردیم به تراکتور. اصلا ما 20 ثانیه 30 ثانیه هر یه بار یه پرس میکردیم و میگرفتیم تو با تراکتور. چقدر گفتم تو اون ویدیو، ما هر 20 ثانیه 30 ثانیه یه پرس تراکتور رو میکردیم، توپو ازشون میگرفتیم. درسته؟ خب یعنی تو کار پرسینگ خوبیم، تو توپ پخش کنی بدیم. آقا تراکتور الان سپاهان هافبکاش خوبه، تراکتور هافبکاش خوبه، پرسپولیس گفتم الان هافبکاش خوبه، استقلال هافبکاش افتضاحه بچه‌ها. تو عناصر دفاعی چشمی و اندون فوق‌العاده‌ن، اصلا فوق‌العاده‌ن، اصلا بهترین دی ام اف های حال حاضر لیگن. ولی آقا تیم دی ام اف نمیخواد. آقا میخوایم یه دونه، میخوایم آقا دبل پیگوت نمیخوایم، اصلا میخوایم باشه یه دبل پیگوت، 2 تا دبل پیگوت رو میذاریم، یه هافکی میخوایم بذاریم جلوی اینا توپ پخش کنه، مثل سروش رفیعی بهترین هافکی توپ پخش کنه، مثل مهدی کریمی سپاهان، مثل آلوز سپاهان که تازه خریدن، پوزسکی تراکتور خورد روزبه ما رو، انقدر جلوش برداشت بردش توپ پخش کرد. تیم ما هافک میخواد فقط، یعنی 3 تا 4 تا هافک خوب خارجی بیاریم که بتونن خوب توپ پخش کنن دیگه. ما یا علی فوق‌العاده. و تو هافبک گفتم پرسپولیس بهتر بود و تو مهاجم بچه‌ها ما به نظر من خیلی بهتر از پرسپولیسیم و آقای ساپینتو باید با اون تاکتیکایی که میخواد بچینه بهترین استفاده رو از این عناصر هجومی ما بکنه. ماشاریپوف و حالا رستم اینا با هم دیگه میرسن احتمالاً توی هفته 3 و 4 لیگ میرسن و فوق‌العاده‌ن بچه‌ها. رستم توی بازی، ماشاریپوف که همه میشناسیم خوبه واقعا فنی، رستم هم توی تمرینا و یه بازی دوستانم که گردش 1-2 تا پاس 40 متر 50 متر داد رو زمین و خیلی خوبه به نظر من. رستم میتونه قشنگ زوج خوبی با عارف بسازه و حالا آرمین و سامان هم بشن بکاپای اینا. آسانی هم از ما همین دی و بهمن میگم میرسه، یا فکر کنم الان بس هستش، یا فکر کنم برای بازی اول میرسه، اگه نرسه میره برای دی ماه بهمن ما اون موقع میرسه، اصلا برای فصل دوم برسه. آسانی خیلی خوبه بچه. نازانو که داریم بد نیست بچه، یعنی به عنوان با تموم کننده خوبیه، من شنیدم میگن چوب شناس خوبیه، ولی به نظر من در حال حاضر یعنی بازی اول لیگ باید آزادی فیکس باشه، باید آزادی فیکس استقلال باشه. چرا؟ به خاطر اینکه جلوی تراکتور هم خیلی خوب دوید، خیلی خوب پرس کرد، کنترل کرد، داد، چرخید، فوق‌العاده بود و به نظر من جای نازان باید سعید سرخیزان رو می آورد. چرا سعید سرخیزان؟ به خاطر اینکه با تیم تمرین کرده بود، حداقل یه ذره انقدر دوربین نشون، انقدر ببین اندازه یه بند انگشت آشنایی داشت با تاکتیکای ساپینتو. نازانی که یه روز قبل اومده بود چه آشنایی با تیم داشتش که تو میای بعد آزادی میای بکاپشو میاری.
اشتباه آقای ساپینتو این بود. آقای سرخیزان به نظر من گزینه بهتری بود نسبت به نازان. و حالا به هر حال اون بازی تموم شد و اصلا تبریکم گفتیم به هوادار تراکتور. اصلا نوش جونشون آقا، بهتر بازی کردن، وسط رو گرفتن، قهرمان شد. همین. تو دربی هم اگه همینجوری ما پیش بریم، هافک نیاریم، پرسپولیس وسط رو اما میگیره، میبره دربی رو، تموم شده رفت. مگه شوخی داره که اصلا ما هم با کسی شوخی نداریم، اونا هم با کسی هم با ما شوخی نداره آقا. وسط رو میگیریم میبریم بازی رو، تموم شده رفت. حالا تو هی سانت کن. و تو مهاجما گفتم ما بهتریم نسبت به پرسپولیس و در مجموع 2-2. یعنی گلر پرسپولیس بهتره، دفاع ما بهتره، هافبک پرسپولیس بهتره و مهاجم ما بهتره و در مجموع هم 2-2 مساوی شد. حالا مقایسه اسکوات استقلال سپاهان استقلال تراکتور هم براتون میذارم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. اگه دوست داشتید منو دنبال بکنید، لایک، کامنت، سابسکرایب، حمایت کنیدم من و متشکرم همتونم. قربونتون برم. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.